یا ابوالفضل آقا من هنوز ویدیو رو شروع نکردم. این چی آخه؟ کی داره میرینه؟ یا ابوالفضل زلزله. اوه من برم جمع. آقا بالاخره یه ذره بازی لگش در اومد. خوش اومدین به این ویدیو. مارول یونیورس اینجاست آقا، حسام اینجاست. اومدیم با پارت دوم شبیه‌ساز ابرقهرمانی. پارت قبلی حالک شدیم. این پارت یه آپدیت بزرگ داده به خاطر من. ویدیو من دیده گفته بذار آپدیت بدم این بدبخت یه ذره بیشتر موفق باشید. آقا در کل اومدیم با پارت دوم. شخصیت جدید میتونیم برداریم اینجا. لگم خب شخصیتایی که بازه برامون بلک پنتر، هالک که واقعا پشیمونم از هالک شدن، تور هست، بقیه‌شون هم که روباکس میخواد ما همون تور میشیم. آقا خب ما تور شدیم، بقیه هم هستن. مثلا اینجوری نیست 10 نفر هالکو بردارن، اینجا یه نفر فقط توره. خب بالا سر رو میبینیم، یه ذره بازی رو بررسی کنیم با هم دیگه. اولی مثل همیشه فیریا رو دوست دارم من. آقا بریم ما یه ذره برداریم اینا رو. خیلی اصلا با کنسول من نمیتونم بازی کنم. من همیشه روبلاکس رو با چیز بازی میکردم، چیز اسمش یادم رفت، کنسول. ولی در کل این ونوم چیه دهن گوش من؟ دهن گوشم چی گفتم آجی؟ مهم نیته آقا، مهم نیته که خیره. هیومن تورچ میتونیم بگیریم، آنلاک کنیم. مهم نیست نه واقعا مهم نیست برام. ذره پول جمع کنیم. داداشم تونی استارک بنازمت. بریم اینجا. خب آقا پولا رو داره میندازه دیگه برامون. تجارت دوباره راه انداختیم. پارت قبلی هم تجارت راه انداخته بودیم. اینم بریم بزنیم یه درافر دیگه بنازم. این بازی رو دوست دارم. ببین این بازیایی که تیکون بهشون میدم، فکر کنم تیکون یه همچین چیزی بوده جاره. این بازی من دوست دارم. آقا کامنت بذارین، کامنت ها رو پر کنیم. ویدیوی قبلی نمیشد کامنت گذاشتش برای ویدیوی قبلی، ولی این پارت میشه گذاشت. راحت باشین بذارین. پارت قبلی نمیدونم آهنگ کپی رایت خورده، یه چیز کپی رایت خورده بود، کامنت ها بسته شده بود. مهم نیست آقا، خیلی لگیم. فقط یکی داره اون وسط میرینه. اول ویدیو دیدیم فکر کنم یکی داشون وسط میرید، نمیدونستیم درست اینترو بگیریم، ولی خب مهم نیست. خیلی اینا فکر کنم طول میکشه تا آماده بشه. نمیدونم چیکار کنم دقیقاً. حالا یه ذره جمع میکنیم. لگ شدیدی هم هستیم. ویدیو هم الگی تایمش 2 دقیقه رفت. آقا ما بریم یه ذره گسترش بدیم اینجا رو، دوباره برمیگردیم پیشتون. میخوام که همسرم بشی سهلم سهیلو، عروس مادرم بشی سهلم سهیلو، میخوام عزیزمو بشی سهلم سهیلو. اولین قدرتمون آنلاک شد که هیوملیر تور اینجوری میزنه زمین. بنازم آجی، این حال میده. ببین پارت قبلی نباید حالک میشدیم ولی شدیم. پارت قبلی بریم ببینیم، ویدیوی بعدی نبود، باحال بود. آپدیت خیلی خفنی هم داده بازیه، یعنی بدک نیست. ما بریم روی کیچر بریزیم. ویدیو قبلی کلا تو تیکون همون قلمروی خودمون بودیم. این بار بریم یکی رو بزنیم بهتر کنیم. البته قدرت خیلی مهمی فقط رد و برق میزنه و با چکش میتونیم بزنیم تو سرکله یکی. اومدیم خونه کی؟ اینجا خونه کیه؟ اسپایدر بنازم. بریم خونه اسپایدرمن بریم چه خبر. دو تا نفر دارن اون وسط کارایی میکنن. ما بریم. سوپرمن اینجا چی میگه؟ سیکتیر اون بر. ببین من اصلا خودم، بیا اینجا، واقعا هم خودم. دمیج دادم. این خیلی حرفه دمیج بدی. یا حتی سوپرمن چیز میگه بیا اینجا ببین میزنم لیت میکنم، من تورم. یا ولش کن دختر، بریم سوپرمن رو بزنیم اینو یه 2-3 تا دمیج بدن تمومه. کجا رفت؟ بابا نمیزن، از راه دور مثل اینکه نمیزن و بره نزدیک دمیج سگم. یعنی انگار وای حاجی لگم. بیا بمیر. وای فرار کرد. فرار نکن. وایسته تو رو قرآن وایس. این کی بود بغل من رد شد؟ تو کی؟ بابا این چیه این چه خبره؟ این خیلی خرطوخره. چه آپدیتی دادی؟ سوپرمن مرد سوپر. بمیر مرد سوپر. بمیر. آقا دمیج. یا ابوالفضل پرقدرت برمیگردیم. ببینید بهتون کی گفتم آقا ما پرقدرت برمیگردیم. بذار آن هست که تو اینونتوریمون میمونه. یه ذره هم بریم گسترش بدیم برمیگردیم. آقا شاد بودی شادت کردم، تنگ بودی گشادت کردم، کریم چش درشته یا بریم پشته، بچه ها در انتظارن میخوان کونت بذارن. آقا این مدت که شما نبودید ما آپگرید کردیم، قدرت دوممون هم گرفتیم. قدرت دوممون میونلی رو پرت میکنه. خیلی نمیدونم تاثیر داره یا نه، ولی خب میونلی رو پرت میکنه.
خیلی داره وقت ویدیو گرفته میشه. ما حالا میریم آپگرید میکنم، یه اتفاقی افتادش برمیگردیم پیشتون. اوه چونم داره پاره میشه، چشام داره اشک میاد به قرآن. حالا من فعلا فیس ریویو نکردم قیافمو ببینید، ولی خب بریم بیرون ببینیم چه خبره. خسته شدم. یارو که آیسمن که دیگه قوی نیست. بریم مثلا رو آیسمن کرم بریزیم، فلش اونور آیرون من. آیسمن اینه یا اول و نیزه چرا پرت داش؟ مگه آیسمن نیستی؟ چرا انقدر میونلی پرت کنم الان؟ ببین آها پاره ای داش. بیا اینجا. چقدر سریع این آیسمن، من غلط کردم. ای وای ای بابا این مگه آیسمن نیست؟ آیسمن نباید انقدر قوی باشه. وای 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 آیسمن حاجی، آیسمن انقدر نباید قوی باشه. دمیج دادم به آیسمن. ببین من قویم، دمیج دادم به آیسمن. خیلی حرفه. وای بابا این چجوری انقدر قویه؟ من سوپرمن رو راحت زدم. این دیگه عجب. بیا اینجا مرتی که کنسیش، بیا اینجا. حاجی مگه میشه آقا؟ مگه آیسمن نیستی داشت؟ من تسلیم، من گو خوردم. آره آقا اینجوری نمیشه، ما خیلی ضعیفه، ما بریم آپگرید کنیم. آقا من زدم طبقه اول رو ترکوندم، کاملش کردم، اصلا بمب شد. فقط 2 تا قدرت دارم فکر کنم. آیسمن کی اومد تو؟ وای بیا اینجا ببین پارت میکنم. آیسمن پارت میکنم. آقا رقیب سنتی ما هم شد آیسمن دیگه. مثلا چیو بگم آجی، هنگ کرد مغزم. مثلا اسپایدرمن تو بعضی از چیزا مثلا وینوم میگیم ما، مثلا با وینوم مشکل داریم، ما با آیسمن مشکل داریم. آقا ویدیو رو لایک کنید، کامنت هم بذارید، بریم دهن آیسمن رو سرویس کنیم. ببین آیسمن خیلی آپگرید پیشرفته ای، ولی خب ما میتونیم حمله کنیم. ما توریم، ما خدای ردیم. البته خدای رد فعلا نیست، خدای گوزیم، ولی خب بیا اینجا حاجی. همون بالا ببینم مثلا میتونم پرت کنم بهش از اون بالا رو سقفه. آها اشتباه کردم. آیسمن لباس رفت پوشید. یا مگه آیسمن نیست؟ چجور ترکیدی؟ با یخ ترکوندی خودتو. بیا اینجا تو رو قرآن ببین چجوری داره اینا رو میزنه. اینا رو من نمیزنم. مگه آیسمن نیستی؟ بخور بهش دیگه بابا. دکمه دستم نمیگیره. بزن داداش، بزن در خطریم. بزن آقا بزن بابا. آها آیسمن تمومه. آقا بمیر آیسمن، بمیر آیسمن. آها وای یه ذره مونده بود. اب نداره، ما قوی تر از سری قبلی برمیگردیم. بریم آپگرید کنیم. بازم نمیتونیم آیسمن رو یعنی بزنیم. آقا ما قدرت سوممون هم گرفتیم توی این مدت، یا قدرت خفنی میتونیم باش آیسمن رو پوره کنیم. این بالا هم دراپر میزنیم که دیگه پولامون فراوان بشه، ولی همچنان پول نداریم. قدرت سوممون میونلی رو میگیره بالا. من البته میگیرم بالا دیگه. خب حاجی ببین میبینی میلرزه بازی. قرآن من چیزامو کنسولمو تکون نمیدم. گوشی چیه؟ من کنسولمو تکون نمیدم، یعنی اتفاقی نمیافته. مشکلم من نیست، تو بازی یکی داره میرینه انگار، یه جوری داره میشه. قدرت سوم خداست خدایی. ببین میونلی رو میگیره بالا، رد و بر میزنه بهش، میتره که دور و بر. این خداست. ما میتونیم با این آیسمن رو جر کنیم. اگه جر نشیم ویدیو رو لایک کنید. ببین آیسمن اینجا سگا پرت کنم بهش خوبه. خب نشد، طبیعیه. من نشونه گیریم خیلی چیزه، من چون خیلی چیزم. آره خودتون بهتر میدونین، خودتونم بعدم میفهمین. کسایی که فهمیدن تو کامنت ها. آره در کل ببین من بازیش آپدیت جدیدش خداست، خیلی باحاله، ولی میدونین چی میگم، یکم مشکلات داره. مشکلاتشو من نمیدونم، فقط میدونم مشکل داره. با این مدت که ما نبودیم رفتیم پول جمع کردیم، الان میتونیم لباس تو رو فکر کنم بگیریم. نظرتون راجع به اسکین جدیدم چیه تو روبلاکس؟ به آقا لباس تو رو هم گرفتیم. آیسمن پارس. البته لباس ربطی نداره به قدرت، ولی خب آیسمن پارس. در کل دیگه این قدرت هم نشون ندادم بهتون. این قدرت همو ببینید که خداست. بذار بزنم عقب‌تر، بذار اینجا خوب میخوام معلوم بشه تو دوربین. صاف تو رو قرآن صاف باشا. اوکیه. خب این قدرت جدیدم واقعا خفنه. ببینید اینو میگیره میزنه زمین، میتره که همه جا. خب ظاهر شد این چون کسی پیشمون نیست. خب چیز طبیعیه.
حاجی خسته شدم دهنم داره سرویس میشه. ادیتور اینا رو چجوری ادیت؟ این کیه آیسمنه؟ آیسمن چرا دورش قرمزه؟ مگه تو آیسمن نیستی؟ دهنتو کار حاجی مگه آیسمن مگه میشه؟ اوه آیسمن اومد. آقا آیسمن اومد. آیسمن چجوری رو هوایی تو؟ اینجا واه دعوای ناموسی آیسمن و خدای گوز. ببینیم کی برنده میشه. خب ریدیم بچه ها یا ابوالفضل. آقا ببینید من قدرت جدید باز کردم. اگه بذاری امتحانش کنم آیسمن دهنت سرویسه. آیسمن یا علی آقا ویدیو رو لایک کن. این داره من پاره پوره میکنه. یا ابوالفضل. خب خدای گوز برد. آیسمن زمین رو ترک کرد. آیسمن اینجاست که بابا یعنی چی؟ آیسمن چرا انقدر قویه؟ آره یا علی حاجی من دیگه روبلکس بازی نمی‌کنم. هر سری یکی از من قوی‌تر میفته تو مپ. این یعنی چی؟ بمیر دمیجم نمیخوره. یه قدرت درست حسابی ندارم. یا رعد و برق میزنه یا گوز میزنه یا خود پرت میکنه. این همه چرت و پرت دارم. بابا یه چیز درست آیسمن رو نگاه یارو رو یخ میزنه. 6 تا دمیج دادم. خوبه آیسمن دهنت سرویس. آیسمن ویدیو خیلی داره طولانی میشه. ادیتورم دهنش سرویس. پول ادیتورم ندارم. اوه قدرت جدید رو گرفتم. آقا این چیه بابا؟ من قدرت جدید پرواز بود رفتم به خونه آیسمن. الان میخواد دهن منو سرویس کنه. راهی هم ندارم فرار کنم. آیسمن ببین بیا با هم صلح کنیم. ببین آیسمن ما صلح تو کارمون نیست ولی بیا با هم صلح کنیم. آیسمن من قویم میکشم خط و نشون واسه بقیه هم. نه این که یه چیز دیگه. بیا آقا بمیر. آیسمن مرد آقا. قبل شانانه بگو آیسمن کشتم. حاجی من دیگه حوصله بازی واقعا ندارم. این آیسمن زد دهن منو. یکی ضعیفتر پیدا کردم. ضعیفتر از آیسمنه. کیه یارو کیه؟ سب کن وایس 3 دقیقه میخوام بخونم. بتمن بمیر. بتمن تو دیگه از آیسمن ضعیفتری. تو رو میتونم بکشم. البته آیسمنم کشتم ولی زد دهنمو سرویس کرد. بیا اینجا. آها بابا این قدرتم چی؟ دمیج داد بالاخره که قدرتم دمیج داد. این چه جوری داره منو دمیج میده؟ با چی مگه بتمن؟ وای بمیر بابا. این چیه؟ این آپدیت چیه؟ همون قدرت قبلی ها رو بذار دیگه. این چیه آخه؟ بمیر ببین دهنت سرویس. آها بتمن تو رو باید بکشم. هرسم خالی شه. بتمن بیا اینجا. بتمن دهنت سرویس. بتمن بیا. بتمن آها بتمن بمیر. بتمن دهنت سرویس. فقط تو وایس. بابا این چه با چی داری منو میزنی؟ خود چی آها این چیزاش تیغش پرت میکنه. ای بد بمیر دیگه بابا. این قدرت پرتاب به درد نمیخوره بهش. یا مشکل از اینه که دارم با دسته بازی میکنم نمیخوره بهش. مشکل از چیه؟ نمیخوره. خسته شدم حاجی. من برگردم اون فرار کردش بیخایب. خسته شدم. بریم سراغ آیسمن آقا. بریم آیسمن رو پاره پوره کنیم. آیسمن نیستی. پولاتو میتونم بردارم. پولم نداری آخه. چجوری انقدر قوی هست تو؟ آیسمن خونه نیستش. ما بریم چیز کنیم دیگه. داستان کنیم. نمیشه خونهش رو یه آپدیت بده خونه رو بتونیم داغون کنیم دیگه. ولی این خونه نیست. فرصت کنم استفاده کنم. خب مشخص رو نبرد رو در رو اون میبره منو. آقا شما تو کامنت بگید آیسمن بهتره یا خدای گوز؟ این چی بود؟ افتادم روش لحظه. برو بالا. تو رو قرآن برو بالا. آها قدرتاش هم نمیتونم برد. چقدر قدرت داری دهنت سرویس. بریم خونه خودمون آقا. این دهن ما رو سرویس میکنه. بریم خونه خودمون آقا. خلاصه ویدیو داره تموم میشه. ویدیو خیلی لانگ شد دیگه. این ویدیو سوپر لانگ بود. بریم دیگه. ویدیو داره تموم میشه آقا. ناراحتم که ویدیو داره تموم میشه ولی خوشحالم هستم از طرفی چون آیسمن دیگه نمیاد دهنمو سرویس کنه. به قرآن انقدر آیسمن دهنمو سرویس من شب خواب آیسمن میبینم. خب بیا الان شیشه گذاشتم دیگه. واقعا آیسمن نمیتونه بیاد تو. یعنی دهنشون سرویس. آقا مرسی ویدیو رو دیدین. ویدیو خیلی لانگ شد. ما هر هفته ویدیو لانگ میذاریم. هر روز ویدیو شورت. کانال ما رو ساب داشته باشین. احتمالاً کسایی که میبینین ساب داریم ولی خب ما بریم دیگه آقا. خداحافظ.